حل معادله. برای حل معادله x هامون باید یک سمت باشه و عدد هامون باید سمت دیگر تساویمون باشه. فقط ما با این رو دقت کنیم که اگر x یا عددی از یک سمت میخواد بره یک سمت دیگه، علامتش عوض میشه. به این صورت 2x مساوی 11 منهای 5. چرا؟ چون 5 اینور علامتش چیه؟ مثبت. بخواد بره اونور علامتش عوض میشه منفی. 2x مساوی 6، x مون مساوی 6 دوم. کافیه ضریب x هرچی هستشو به این عددمون تقسیم کنیم که اینم مساوی میشه با 3. این معادله رو هم خودتون حل